اومدی علیرضا؟ بیا بشین. ببین یه موضوعی هست که باید زودتر بهت میگفتم. حالا اشکالی نداره. سالهاست که تو با خواهر من حالا دوستی یا همکارید، همه اینا رو میدونم که خواهرم هم نتونسته بود بهت بگه که موضوع باید خودم بهت بگم. آرینا فردا پرواز داره، برای همیشه داره میره. چی؟ میدونم که هم واسه تو سخته هم واسه من، بالاخره خواهرمه، خیلی هم دوستش دارم. یه خواهشی که ازت دارم اینه که فردا تا فرودگاه ببریش، بهت مرخصی میدم. من خیلی کار دارم، باهاش خداحافظی هم کردم و میخوام که تو کاراشو انجام بدی فردا. چیز دیگه ای نداری؟ نه. یک ساعت دیگه برای همیشه از ایران میرم. نمیخوای با من یک کلمه صحبت کنی؟ مگه حرف زدن من رو رفتن تو یا تصمیم خانوادت تأثیری میذاره؟ شاید هم قانونشه، هر کی دوست داری از دست میدی. دلم برای تنگ میشه ولی کیارش آخرین دیدارمون داره سر میرسه، آخرین پرواز تو وقت رفتنته، میزنه یخ دست من، میده قلبم و چه آخرین نامه تو ساکت که نبردی با خودت. دلم بد